خب تقریبا 2 ساعت مونده به شروع بازی ایران و بلژیک تو استادیوم بسیار زیبای سوفای شهر لس آنجلس هستیم. استادیوم فوق لوکس با هزینه ساخت هولوش 4 برابری برج خلیفه دبی. قسمت‌های VIP استادیوم رو توی اونجا می‌بینید که خیلی لوکس، حالت تلویزیون داره، رستوران سلف سرویس داره. دور تا دور استادیوم بیش از 100 رستوران اینجاست با غذاهای متنوع و سالن‌های ماساژ داره که حالا اگه هوادارا خسته شدن بتونن برن سالن‌های ماساژش. استادیوم هولوش 80,000 نفر گنجایش داره. بزرگترین اسکوربورد 360 درجه ورزشگاه‌ها توی این ورزشگاهی که شما از هر زاویه‌ای بشینید دید دارید به اسکوربورد و میتونید اسکوربورد رو تماشا کنید. اونجا که مشاهده میکنید جایگاه مربی‌ها و بازیکن‌های ذخیره دو تیم هستش. بازی قبلی بین ایران و نیوزلند این ورزشگاه تقریبا حکم استادیوم خونگی ایران رو داشتش با هولوش 66,000 نفر ایرانی که توی ورزشگاه بودن. همه اومده بودن تشویق کردن ایران و این بازی هم تا جایی که ما دیدیم تعداد ایرانی ها خیلی بیشتر از هوادارهای بلژیکه و اکثرا هم ما ازشون سوال میکردیم دوست دارن که ایران برنده بازی باشن. حالا اگه بشه با چند نفر صحبت میکنیم که ببینیم نظرشون راجع به بازی